قرضدار بوده است میگه که انا ببخشیمش زکات حساب میشود یا که بتیمو گشته بگیریم کشته اصلا این درک شدن در کار نه. برای آنکه من میدونم بسیاری از زکات دهنده ها برای گریختن از زکات، اون آدمایی که قرض نمیتید، پول گرفتگی قرض گفته نمیتید، یا دادن نمیخواهد یا داده نمیتوند، همه میبخشد یک چیز. برای چی؟ برای ویگدی خودش، برای فایده خودش. بنابراین اگر رفت اون آدم واقعا مستحق زکات باشه، یک دویمش وای آدم اگر رفت و شما قرضدار نباشیدن به اون زکات میدادید، همون خیل آدم باشد، در همین حالت زکات میدهید، بهترینش زکات میدهید، تمام این زکات گفته میدید. وای آدم که از شما قرضدار است، اکون دستش پول اومد، تا امروز پول نیست میگفت من پول اومد باید قرض دهد، اما بخشیدن این خوب نیست. اگرچه مثال در این مسئله هست قول ها، ولی این کار باید صد ذریعه گفتگی قاعده های در اصول فقه، یعنی باید راهی جنایت گرفته شود، راهی خطاگی، راهی گناه گرفته شود. این راه برده میرساند به از گریختن از زکات. چقدر آدمایی که سزاوار زکات نیست، پولای کلان از پولدارا گرفتگی، مزاربه یا تجارت گفته گرفتگی، پول نمیتید، پولای میلیون، بعد اینا چه میکنند؟ از زکات حذف میکنند. خب فرضاً از زکات حذف نکرد، من چه کنم میگفت؟ یعنی تو آدم ناشناختگیت به از خودت خفه شو که همین آدم نشناخته زکات داده که همین آدم پول نمیداده است، فریب میکرده است. این یک. دومش این که روز قیامت است 1 میلیون این گناهت میگیرد، چی خزیق میشی؟